با مقصد ذخیره نمودن محصولات کشاورزی و تامین اهالی کشور در موسم تیرماه و زمستان با محصولات تر و تازه، افزون نمودن اقتدار صادراتی محصولات کشاورزی و کارکرد آن، اینچنین تطبیق سیاست اقتصادی خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان که بر رشد ساحه کشاورزی مملکت و گزارش به مناسبت‌های بازرگانی در این مساعدت می‌نماید، ضرورت برقرارسازی یخدان و سردخانه‌ها به میان آمده است. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار از جانب صاحبکاری وطندوست و آبادکاری منطقه یکچند سردخانه ساخته شده. در همه آن امروز میوه‌های تر و تازه ذخیره کرده شده است. صاحبکاری همین دیار هستم. همین سردخانه ما بهر سزاوار جشنگیری 30 سالگی استقلالیت ملی بنیاد کردیم. همینا در مساحت گنجایشش 80 تن میوه تر تازه ما در همینجا نگاهداری کردیم. ما 4 نمود سیب‌های همین دیار خودمان سمرینکا، خوبانی، زرد، کریپسون ذخیره کردیم. ما کوشش میکنیم که در تمام مواسم بهاری اهالی را با میوه تر تازه تامین نماییم. با راه اندازی درست قاعده‌های اگروتکنیکی، همه‌ساله حجم استحصال میوه در جماعت دهات خانقاه کوهی افزایش یافته. همچنین در زمینه قبول برنامه‌های دولتی میدان باغ و تاگزار وسیع می‌گردد. این روند امکانیت فراهم می‌آورد که طلبات بازار داخلی مملکت با محصولات غذایی وطنی قانع گردیده. همچنین صادرات آن به کشورهای خارج به راه مانده می‌شود. جماعت دهات خانقاه کوهی یکی از منطقه‌های کوهستان در شهر حصار بوده رشد اساسی ساحه کشاورزی میباشد. در حدود جماعت دهات خانقاه کوهی بهر تلف نیافتن و غنی گرداندن بازار استعمالی شهر حصار و پایتخت مملکتمان ما در سردخانه‌های خود زیاده از 8000 تن میوه و سبزیجات ذخیره کردیم. قریب سر هر یک خانه در هر یک دهه سردخانه‌ها ساخته ایستاده‌اند و بهر غنی گرداندن بازار استعمالی شهر حصار و پایتخت مملکت ما سهم خود را می‌گذاریم. امروزها در همه جماعت و دهات و شهر حصار کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن‌های ملی کشور با مرام ادامه دارد. ساکنان این گوشه کشور در عزم آنند که همه جشن‌های ملی مملکت را با دستاوردهای خوب استقبال گیرند. گزارش صاحب نور عبدالرسولов، خورشید علیمov از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.